سفیر پیشین چین در تاجیکستان گفت با سرمایه‌گذاری زیاده از $5 میلیارد کشورش شرکت آلومینی تاجیک تالکو با سازی و مالکیت مشترک دو طرف تبدیل خواهد شد. واقعا کشور شما مسئله ساختمان کارخانه تقریبا نوی تولید آلومین را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد تاجیکستان است. تاجیکستان حالا همکار خود در این زمینه را در چین جستجو دارد. تا جای میدانم فعلا دو کشور این مسئله را بررسی میکنند و این بسیار خوب است. در یک ملاقات با کارشناسان در مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان، سفیر سابق همچنین از شرایطی به اختیار چین داده شدن کانهای تاجیکستان حمایت کرد. واقعا حالا دو کشور در زمینه کارکرد معدن‌ها همکاری سودمند دارند. کارکرد مشترک طلا و نقره در تاجیکستان به سود هر دو کشور است. اظهارات یوبین در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان جزئیات قراردادهای مربوط به تالکو را فاش نمی‌کنند و خرج $545 میلیون شرکت چینی سمک را تنها نوسازی به خاطر کاهش خراجات و افزایش درآمد تالکو می‌نامند. اما سفیر پیشین چین در تاجیکستان در ادامه صحبتش آینده تالکو را همچون یک کارخانه مشترک چین و تاجیکستان قلمداد نمود. به نظر من تأسیس کارخانه مشترک به منفعت هر دو جانب خواهد بود، هم از لحاظ تأسیس جایهای نوی کاری، هم سرعت و وسعت دادن فعالیت آن، فروش محصولات و نهایت درآمدن اندازها به بودجه دولت تاجیکستان. یعنی در این طرح نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز فایده به دست می‌آورد. اما او شرح نداد که تقسیم سهمیه‌های دو جانب چگونه صورت خواهند گرفت و نظارت تالکو به دست چین ها خواهد گذشت یا در دست تاجیکستان خواهد ماند. قبلا این گمان هم موجود بود که ممکن است چین قرض بیش از $5 میلیارد خود را با آلومین بگیرد یا از فروش این محصولات وام برگردانیده شود، ولی ناشفاف ماندن جزئیات قرارداد و سخنان سفیر که طرفها تأسیس کارخانه مشترک را در نظر دارند احتمال قسما یا پورا زیر نظارت طرف چینی گذاشتن این تالکو را قوی تر می کند. اما منابع نزدیک به رهبریت شرکت تالکو در صحبت‌های گذشته با رادیو آزادی احتمالی به کارخانه چین و تاجیکستان تبدیل یافتن تالکو را پیوسته رد کرده بودند. آنها حالا نیز از شرح و تفسیر سازشنامه با شرکت چینی یا افشا کردن جزئیات آن خودداری می‌کنند. تنها گفته می‌شود که چین به این مبلغ ساختمان دو کارگاه نوی تالکو را به پایان خواهد رساند. کارشناسان میگویند شرکت‌های چینی به مقدار زیادی آلومینی نیاز دارند و به این خاطر با سازی شرکت تالکو را سرمایه گذاری می کنند. حتما به منفعت همون شرکت های چینی هستند که در بالاخره یا از طریق بعد از به کار درآوردن و زیاد نمودن حجم استحصال مثل آلومینیوم و برای ماندن فروش خرید و فروش آلومینیوم در بازارهای جهانی در دیگر بازارها، یعنی که از طریق این میتونن یعنی که فایده خود را مرحله به مرحله برمیگردونند. چین از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود و فعلا دوشنبه از پکین حدود $1.5 میلیارد قرضدار است.